همراهان گرامی، سایت change.org سایت بین المللی زیر نظر سازمان حقوق بشر و سازمان‌های بین المللی می باشد و کاملا با لینک سایت قبلی کارزار ایرانی فرق می کند. ابتدا فیلتر شکن خودتون رو خاموش کنید، وارد این وبسایت شده و دکمه قرمز رنگ رو فشار بدید. در کادر اول نام و در کادر دوم نام خانوادگی خودتون رو به انگلیسی وارد کنید و در کادر سوم آدرس ایمیل خودتون رو وارد کنید. دقت کنید که از مشخصات و ایمیل واقعی خودتون استفاده کنید. گزینه اول رو انتخاب کنید و دکمه قرمز رنگ رو کلیک کنید. در مرحله بعد میتونید از این درخواست حمایت مالی بکنید. در غیر این صورت روی این گزینه کلیک کنید. حالا لینکی به ایمیلتون فرستاده میشه. وارد ایمیلتون شید، روی دکمه قرمز رنگ کلیک کنید و امضاتون رو تایید نهایی کنید. در این قسمت با شیر کردن میتونید به بیشتر دیده شدن این درخواست کمک کنید. این گزینه رو کلیک کنید و در آخر 10 امضای بعدی رو هم امضا کنید.